سلاف بینرین زاری کرمانجی نوکمل ریوبراتیا پرورده قضا میرگه سوری کل چند روز پیش تازه بیشین قربنده که پرورده ای هبو هر و هبو اوی بزاین دخو پرورده میرگه سوری دخو بو سالان و خیندنی دخو آماده کاری دوان چنه و چند قطابخانه سنوری برابرتیا پرورده میرگه سوری افصلاحاتی نه نوجن که نوه هر و بیشین پیش چند روز کل سر فرمانا بیشین رئیسدار مسئول بارزانی سروک حکومت اهریما کردستان کو فرمت بیشین دابشکنا زویا چند بیشین جای کل هات ندابش کردن پرورده میرگه سوریش یک وان جهابو بو ورگتنا زانیاریان ولا موان پسیارانه ما میوانداریا ما مجید خانو ریوبری پرورده قضا میرگه سوری کردیه ما زور سپاس بو در فته اگر هاکار بود گل ما اگر ما باز بکه بیجین یکی هج بو ما در روزا قربنده کا پرورده هات کردن داخل اف قربنده بو چه بو و در انجامت و قربنده دی چه بن پیش اکی بخیراتن دست خوشی لنگوت کن بو اویدی داره وکی جناب دا باز کرده قربنده کا پرورده هات برای که خصن لای وزارت پرورده و تابع قربنده دا چندین سمینار پرورده هات نپیشش کردن لای ما مستاو کسانت و ازمون زیادتر او قربنده گیرنگی پنده دا که بو افسالاداتتن خوندنا پیشهی گیرنگی پی بیت دانه چون وکی او کورگر راجباس هندت کرد که بله خوندنا پیشهی جیویل کردستان و بازار کار زوری که ما پیوسته گیرنگی پی بیت دانانه و هر وها هندک راسپارده شیطات یا باز کردن کلوی قربنده بو سالادات به نجیبه جی کردن سرارا او قربنده ورکشوپ اکی شبو ورکشوپ یا ما مساعد راهنر طبعا الاویریش بریار هات ندانه کو راسپارده بین پرورده گشتاندن بو بیت کردن بو او سیستم راهنانه کو سالا پار نواندت خوندن هبو هندک بابت و هندک زانیاری دی بین باز کردن بو ما مساعد نواندت خوندن جاب او کوی دنگ هات نپسند کردن و بریاره بو سال خوندن آنو به نجیب جی کردن لای وزارت انیش بیشین بو سال 2024 بو 2025 کمت وارد جی بجی بله سررای او که میتود هات نخوندن پار اف سال بریار دای کو سررای میتود جاره کادی میتود به نخوندن بازنیت لیک جدا کرده کو بازنه یک و دو سه میتود تون جدا نه با یک قناغ آمادهیه و پیشنیاره که شبو کو بازنه ایکی میتود دوید جدا تر بن و باس هل سنگاندن شاتا کردنه چون وکی همه پیاگادارین ماموستا هندک دلگرانی چی ببولنک ماموستا هل سنگاندن بو هات وکردنه اویش رک خسنه کادیش بو هل سنگاندن و ماموستا شاتف کردنه سر لنجار کادی کو او هل سنگاندن و او میتودت کوته نشرح کردن سر را او میتودت کوته نشرح کردن بابت زانیاری وکی بین کامپیوترش بو ماموستا بین باز کردن و شرح کردن بو او چون تازه سیستم ای پرورده های پیوست خر ماموستا شارزای سیستم ای پرورده کن بله ماموستا هنگو بو سالانو آخیندنی چه آماده کاری کردنه یان بجین افسال وکی زانیاری مهبن او پرتوکید کوتینه دا باشکن هم پرتوکید نو نه هیچ پرتوکه که کفن سر قطابی و سر قطابخانه دا باشکن هنگو وکو پروردان میرگه سوری چه آماده کاری کردی بو سالانو آخیندنه وکی جناب دا باز کرده تازهش بر پرسیمه کوگاه لیره هاد بو عین سبارت و موضوع ما گنگشا کرده ام یت حول داکو سرطای سال خوندن کتاب بو همه قطابخانه بین دابش کردن و کتاب کیف نیش نینه کتاب نو به پی کتاب یه تاتی و افروش واجبه که دیشا کتابات هیتن بو کوگاه و که خودت چکت موظفت ما مخرط آگادار کردیه و کو کتابات دابش کن حاضر کن بو قطابخانه خوش بن یعنی عادی پرورده بیتن سق قطابخانه دابش کن و که دیب شوه که گشتی ما بو قطابخانه خو اوید کوپار دوانو جن کرنوی کرد بو هنده کامپینه هستان نقل به بودجیل به حالت قطابخانه چون قطابی درس داتا خونده نتاتا نوجن کرنه مال اوه پشوه نیزی 46 قطابخانه نوجن کرنه و حسب داواکاریت و ریبر قطابخانه که هر داواکاری که کرد بیتن به پیت و ما بو 46 قطابخانه نوجن کرنه و انجام دای و که دیش لانه تکنیکیش و ماهیش تا کبو نمید خونه کرنه بو بیدایت دوامه که بس نسبت ما مستا ما کیمیا میلا که نقص کوای زور نیه هندک ما مستاید می تنصیب میگران دیه و ما فراغ ما مستاش افساله نابیده ان شاء الله ما مستاید وانا بیش افساله دین ادام ازان دی ما مستاید وانا بیش نو هنگو هبن یان
هر دیت بار بون کو اگر ما باز بکنیم پی رنمای وزارت افسال دانان وانبیجا حتی تازه بریار لنهاتی دانان همان وانبیجت بار و همان ما مستای همیشه‌ای بار هیل دل نواندید خود خوندنی دست دوامی کتابه ما مستمدید بیشین رئیسدار مسرور بارزانی سروک حکومت هریما کردستانی کو بریار دا زویب سر فرمانبر آبین دا باش کردن هنگو وکی برات پرورده میرگه سوری بو و مبسته هنگو چه کدیل ماویت رابردوش دا هنگو او فرم هبون دا خو او فرم هاتون نباش کردن سر همی فرمانبر و ما مستاد خود شو اگر ما باز بکی وکی بر براتی پرورده میرگه سوری بناو خلکی دا ورا میرگه سوری سپاسیار رئیسدار برا گوریتین جناب وکو او بریاره دا جید الخوشی و بله ما وکی پرورده میرگه سوری به پر نمایت وزارت لیجنیت بکینای او لیجنش تازهش آمادن حتی 11 مانگی فرمان برد میت سردان آمد کن و فرمت بوتنه پر کردنه ما مثلا بیشین تاقی کنید 12 آماده مدید پرورده میرگه سوری یک لون پرورده و بیشین گویی یکم سر آست اداره سر بخواست سوران بیشین تاقی کنید ورزی که و در باز بونه هنگو هم گویی هم زانستی قطابیت یکی همون سر آست پرورده گشتی بو بیشین قناقات دوی هنگو چکردی هیچ آماده کاری کاده که نبوده بشین او قطابیت خو هیله و بشین دوره دویشی انجامه که در خوش کرده است خو بخن بله طبعا جد الخوشی از دست خوشی ما مستعد وانت کم بر بریت وانت کم دست خوشی و قطابیات کم بو تاقی کردنویت خولا دوی ما آماده کاری کرده ما هول یه دانای ما قطابیش داوش کرده بسه همه هولا دا ما برابریش دست نشان کرده و سرپرشتی آریش با همه هولا دهنه دست نشان کرده و کی ورز و کی خول یکی من با بردش دابین کرده با همه هولا انشالله کشا ساردی گرمیش نامینیدن باشه زور سپاس ما مصطفی بی در فتح کتا در بینری زاری کلمانجی بله بینری زاری کلمانجی او هنگو دیت هنگو گلی بو ما مصطفی مجید رو ببره پرورده قضا میرگه سوری بو کو باسنده کرد کوان آماده کاریت باشد کرده هر وا پرتوکیش تاتیا دابین کردن سر همه قطابخانه دابش بکن با وی کو ورزی نوی خیندنی دست ببکت وان هیچ کی شو گرفتک نمینیتونو یک سر بشین قطاب سردان قطابخانه بکن و دست خیندنا ورزی نوی خوندنی بکنه